پیش از همه شاعره، نامزد علم‌های فیلولوژی، روزنامه‌نگار، هنرمند کینو. هم میخواهم، هم میترسم، هم نمیخواهم. در متن‌های شما همیشه درد، جرم، فراق، جدایی، عذاب، زجر. و چجا همین شعر نگو میگد برای آن که از چه افسوس میخورید؟ زنها فکر میکنند که مثلا جامعه من چه قبول میکند. و واقعا من اصلا میگم که روحی رمانتیکی و اندیشه های واقعی رو به هم سازش دادن به فکر من یک اندازه مشکل هست. گر بیایی یک بغل آغوش تقدیمت گویگر. خب ببینید رسیدن به وصال شیرین است یا اینکه راهی رسیدن به وصال شیرین است به فکر شما؟ نشاد من ایگه پیچه مکو توزر رو به قفس مانده در این شهر غریب این سبیل مانده کسل ز کجا پیدا شد. ستاره‌های شو بیزنس توجیک، هنرمندان، هجونگاران، روزنامه‌نگاران، ورزشکاران در لایحه نگاهی نو با سلیم جان سیدов. حفظ بکن شعر تبسم چشمانم را که لب‌هایم نقاب دارند. در زمان سردی و کرونایی از من و ما به فرسخ‌ها دور انسان‌ها به بیننده عزیز من سلامی گرم میفرستم با امید سالمی شما. هرچند که لب‌های ما، هرچند که روی ما نقاب دارد، مناسبت‌های ما، صمیمیت ما، گفتگوی ما بگذار بدون نقاب، بی نقاب باشد. من اولین مرتبه است که با رجوعی بدی آغاز میکنم نگاهی نو رو، چون در برنامه امروز ما یک نفر صاحب سخنی رو داریم. پیش از همه شاعره، استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفاروف، نامزد علم‌های فیلولوژی، روزنامه‌نگار، هنرمند کینو. خلاص باز یک عنوان‌های دیگر دارند، عضو اتفاق ژورنالیستان و غیره. با کذا استاد ارجمندی قبل از همه خودم معلم عزیز سرای حکیم‌آ. السلام علیکم. السلام علیکم. معلم جان شما رو خوش آمدید میگیم و تشکر میکنیم که بعد دعوت شاگردتان ایثار روزگی دادید. سلامت باشید و شما هم تشکر سیو. تشکر، سلامت باشید. با لایحه نگاهی نو من امید میکنم که شما میدونید که اینجا چی صورت میگیرد، زیرا فکر میکنم که من استادهای ما البته ما رو نظارت میکنن، خطاگی‌هایمان رو میگن. از این لحاظ شما هم از نفرانی آگاه هستید و تکرار هم باشد کوتاه من شکل و رفتی برنامه رو میگم که چند سالی کوتاه می شود از فعالیت ایجادی شما، از زندگی شما، بعد چند سال می شود از زندگی شما بیرون. بعدا یک قسمتی شرط داریم کوتاه که بعد یک قسمی بلیتس و با همین جمع میکنیم اگر اجازه باشد. میریم. خب من اولین سوال رو بخشش که از ادبیات نیست، از شعر هم نیست، از شاعری هم نیست. من اولین سوال رو برای شما این گونه واگذار کردم بودم که اصلا نگاه شما به ژورنالیستیک امروز چگونه است و حسن و خوبی ژورنالیستیک امروز رو چگونه ارزیابی میکنید؟ خب سلامت باشید. واقعا هم من خیلی خرسند هستم که سوال از ژورنالیستیک آغاز شد، چون کسب اولین من ژورنالیستیک است و با همه روزه با کار و بار ژورنالیستی مشغول هستم و در دانشگاه دولتی خوجند هم با دانشجویان از رشته روزنامه‌نگاری درس میگویم. در مورد ژورنالیستیک معاصر خب اندیشه ها خیلی زیادن و اندیشه های خیلی خوب هم هستند که رو به ترقی، رو به پیشروی نهاده ایستاده‌ایم وابسته به ترقیات روزافزون و بیمیلان تکنولوژی معاصر. البته در مورد ژورنالیستیک حوزه خوجند ولایت سوق و در مجموع اگر در مورد ژورنالیستیک تاجیکستان حرف زنیم، واقعا هم امروز ژورنالیستیک ما با همه مشکلی هایی که در بر دارد به موفقیت ها نائل شده ایستاده است. پیش از همه این جلب توجه اودیتوری، یعنی که اودیتوری خود ما پیدا کرده ایستاده ایم و اعتماد مردم به ژورنالیستیک و کسب روزنامه‌نگاری به روزنامه‌نگاران باورشان افزوده ایستاده است و در برابر همین من فکر میکنم که در مورد تربیت شاگردان و جوانان هم به ژورنالیستیک زیاد توجه کرده ایستادن و علاقه مرحله به مرحله شاگردای ما فکرانشان، تلاش‌هایشان، آرزوهایشان به سطح بین الخلقی برآمده ایستاده است و امروز من خیلی خرسند هستم که نسل نوی ژورنالیستیک ما میخواهد که تاجیکستان در عرصه بین الخلقی معرفی کند و تلاش دارد که در عرصه بین الخلقی جوابگوی طلبات کسب روزنامه‌نگاری باشد. تشکر. معلمه بینید من یاد دارم وقتی که ما دانشجو بودیم شما برای ما میگفتید که زینب خانمی رو باید
Зайнаб Хонарубӣ Зайнабро шумо ҳамин гуна нависед ки бо қаламатон ӯро нишон диҳед, яъне бо қаламатон ӯро нишон диҳед, не ин ки бо тариқи камера, бо қаламатон нишон диҳед. Чун шумо имрӯз ҳам дар боло ишора кардед, дар гӯем ки ба тадрис машғул ҳастед ва ба журналистони оянда сабақ медиҳед. Чӣ фикр доред имрӯз ана ҳамон додарҳову хоҳарчаҳои мо ва худи мо журналистони ҷавон, фаъолияти мо ҷавонҳоро шумо ки як андоза, ман шуморо албатта насли миёнсол намегӯям, шумо ҳам ҷавон ҳастед, як андоза як насле аз шумо хурде ки мо гӯем ҷавонҳо умуман дар маҷмӯи дар ҳавзаи вилоят, умуман дар Тоҷикистон фаъолияти эшонро шумо чӣ гуна баҳогузорӣ мекунед? Чӣ иштибоҳот доранд эшон? بیایید اول از خوبی هاشون یادرس میشویم. واقعا هم موفقیت نسل جوان روزنامه‌نگاران حوزه ما در آن است که آنها با تکنولوژی معاصر از نسل کلانسال‌تر بیشتر آشنایی دارند و بیشتر با اینترنت سر و کار میگیرند و این امکانیت میدهد که چنانکه که گفتم در عرصه بین الخلقی خودشون معرفی کنند و واقعا هم تلاش های جوانان امروز شایسته تحسین هست. در مورد شما گفتید که چون خود ما هم به واسطه به نسل نمون دانشجوها سر و کار داریم و بهاگذاری میکنیم و میدونیم که چی برد و چی موفقیت و چی کمبودی ها دارن، گفتنی هستم که باید به اندیشه شخصی من آنها آموزش زبان پیش از همه زبان مادری خیلی مستحکم کردن. مثلا گریم اگر چند روز پیش در فروغ صبح دانایی هم یک دخترک از پنجکند در مورد صحبت کردنش در مورد تاجیکانه حرف زدن و بی‌ملال حرف زدن خیلی تعریف و وصف کردن، برای آن که همین بسیار خواندگی است و با زبان تاجیکی خیلی خوب صحبت میکنند. مشکل اساسی جوانان ما همین نوشتن و فکرشون در کاغذ بیان کردن یا که فکرشون آزادانه بیان کردن است. برای این من فکر میکنم که در برابر آن که تمام اختصاص های ژورنالیستی، یعنی که اختصاص ها میگوییم فن های اختصاصی و زبان و ادبیات به واسطه از جمله فن های اختصاصی باید به ژورنالیستیک شود. برای چی؟ برای آن که تا ژورنالیست جمله درست نوشته نتواند، جمله فکرش درست بیان کرده نتواند، هدفش به رسیدن نمیتواند. خب معلومه در مورد برخوردهای جوانها، ژورنالیستان جوان و مخاطبانشان، اودیتوریشان چی گفته میتونید؟ مثلا امروز ما جوانها در خواهش و امکانیت و گویم که خواستارهای اودیتوری خودمون را، مخاطبان خودمون را به اینابت گرفته ایستاده میبینید که نه؟ در این مورد من گفتنی هستم که ما باید از دو نقطه نظر نگاه کنیم. یکمش این که وظیفه ژورنالیستیک این است که خواسته های ذوق اودیتوری بلند بردارد و کاری کند که ذوق اودیتوری بلند شود، خواسته های اودیتوری و طلبات های اودیتوری بلند شود و این علاقه به کار روزنامه‌نگار سخت وابسته است و در برابر این به اعتبار نگرفتن خواهش ها و ذوق و سلیقه اودیتوری هم به ما امکان نمیدهد که موفق شویم. برای آن که امروز ما رقابتی خیلی زیاد داریم، رقابت های زیاد داریم و همین در رقابت سالم کسبی باید که ما اودیتوری به خود جلب کنیم. اکنون اودیتوری به خود جلب کردن و از روی تقاضای خواهش های آنها عمل کردن معنی آن ندارد که ما باید که به سطح پست فراییم، یعنی که ما باید زینه به زینه، مرحله به مرحله همین خواهش های اودیتوری با خواهش های خودمون مطابقت کنیم. چون که مثلا گریم اگر امروز برنامه های لایه های بسیار جالب من در جوان ها دیده ایستادم، از جمله خود همین نگاه نو هم خیلی از جمله برنامه های است که به ذوق تماشابین روانه کرده شده است و در برابر این ذوق تماشابین بالا میبردارد. تشکر. معلم، یعنی شما برای نظر هستید که یکی از وظیفه های ژورنالیست این تربیه هم هست به فکر شما؟ چون در این موردی بحث که مثلا ژورنالیست این اطلاع رسانی است یا دو گروه محققان باشه، شما برای اندیشه هستید که یکی از وظیفه هاش به هر صورت هست که باید ذوق بالا کند و تربیه هم کند. تشکر. اگر اجازه باشد میرویم سمت دیگر، چون گوییم که معلم ما گوناگون جبهه هستند. واقعا هم یک طرف شاعر، یک طرف استادی دانشگاه، یک طرف روزنامه‌نگاری. واقعا هم من فراموش کردم به حیث جانشین سرمحرر روزنامه
ولایتی حقیقتی سوخت مال امروز فعالیت میکنن و همچنین فعالیتی کسبی غیر واکازو دو سه سال از هر شده که شما فعالیت میکنین من سوال میدم گفتم ممکن است که فرزندتان شما رو به سینما آورد کوتاه در مورد شرکت در فیلم تنگنو که از جانب سوخت سینما البته به نمار گرفته شده بود و سوال من دومی سوالم یک بار 2 سال داده گیرم این است که این از نقش آفرینی تو این فیلم خود شما تا کجا راضی هستید؟ منظوری من محمد شریفی 9 ساله نیست، منظوری من خود شما است. واقعا هم درست گفته بودید و من بارها هم تکرار کردم گفتم که به سینما با واسطه محمد شریف که در فیلم پیمان نقش آفریده بود و با ساخت سینما همکاری داشت و بعدا طریقا همین محمد شریف آشنا شدیم با هیئت ایجادی ساخت سینما و با کارهای بدیعیشان مثلا از جمله تحریر موادها ترجمه موادها جلب شده بودیم و آهسته آهسته رفت آمد و همین پیشنهادم در اجرای فیلم تنگنو الکی فیلم تنگنو میدونید سال وقتی که پیمان نمی گرفتن الکی لایحه داشتن که میخواد یک فیلم میگیرن الکی از سال 2012 این لایحه آمادگی بدن و گفته بودن که محمد شریف اگر همین طرز که با همین تیم با همین نظام رفتن گرم میتواند که در همین فیلم بله قهرمان باشد و بعد از اون که فیلم کاسه یا به نوار گرفتن و در آنجا باز آواز داد آواز محمد شریف است در آنجا آواز داد اما در نقش دیگر نفر بله دیگر نفر اما آواز محمد شریف است بعد محبتی محمد شریف هم خودش هم گشاده شد و توجه وقتی که کاستینگ اعلان کردند با وجود همین در کاستینگ از آن که تجربه زیاد داشت محمد شریف انتخاب شد غالب آمد در کاستینگ و در همونجا هم پیشنهادم شد و اول پیشنهاد با من خیلی غیر انتظار بود و تجربه نبود در این سمت؟ بله تجربه نبود و یک دنیای تماما دیگر بود. من اول فکر کردم که این تنها شوخی است، شوخی که ما همکارای دوست و بین هم دیگر میکنیم، ولی جدیت این به چند مدت باور نکردم و سیناری فرستادن. سیناری من در یاد دارم که بعدش گفت پیشنهاد کردم و سیناری فرستادن، سیناری خوانید و بعد فکرتون به من جسارت نمیکنم که جواب بدم. برای چی؟ برای آن که هم میخواهم هم میترسم هم نمیخواهم. سه حس در من در یک جایگی. بعد خود محیدین مظفر زنگ زده شوخی کردن که وقتی که رژیسور با اکتریس رول پیشنهاد میکند اکتریس زنگ زده میسته، شما یک هفته باز من زنگ انتظار زنگ نمیزنید. من گفتم من حالا به یک قرار نآمدم اما میخواهید میگفتم اما میخواهم و میترسم که این واقعیت، یعنی واقعیت است که باید در شما ترس باشد. اگر خواهش داشته باشید همه چیز اجرا می شود گفتن و همینطور راضی شدیم به یک دنیای افسانه‌ای دیگر که با نام سینما وارد شدم. فهمم. بله. ما والدان آیا تا کدام اندازه باطن کودکانمون میشناسیم؟ فیلم میگوید که خوشبختی کودکان این در مورد آن که آیا من راضی هستم در آفرینش نقش راضی، مرحله اول وقتی که فیلم در یکم نمایش تماشا کردیم معقول بود. بعد از آنه که یک مدت گذشت و من باز هم همین سینمای و این چیزاش به درست‌تر واقعا بعد از که فیلم تمام شد سیوم کاغذ یعنی که ثبت فیلم تمام شد، من گفتم که اگر همین تمام کردیم تجربه های گرفتیم، اگر از سر نو از آغاز از صحنه اول سر کنیم من تماما دیگر خیلی با نقش می آفریدم. برای اون که واقعا هم تجربه خیلی چیزی مهم است که ما همین تجربه ها به ما امکان میدهد. یعنی با اون تجربه که داشتم خیلی شوخی کردم که بیایتون فیلم اثر نو میگیریم که من تجربه های دیگر دارم و نقش تماما دیگر خیلی بازی میکنم. به هر حال این تجربه اولین بود و هیچ کس یگان نفر از خودش هیچ وقت راضی شده نمیتواند و من هم همین خیلی از نقشهایی که آفریدم نگاه میکنم، تماشا میکنم، میگم که آخر همینجا مونده دیگر خیلی تر بازی کردن ممکن بود که بله. اما مشتی بعدی جنگ بسرم. بله هم خیلی فهمم. ببینید همینجا
محمد شریف از شما تجربه زیاد داشت. او چی گونه نگاه‌های انتقادی او چی گونه صورت گرفت؟ نگفت که مادر من اینجاش باید این گونه میکرد یا برای او پسند بود نقش شما؟ چون من روی راست گویم نرنجید هرچند معلم هم هستن نقشی گویم که قهرمان اساسی فیلم محمد شریف صمیمی‌تر هست و او نسبتاً آزادتر هست با وجود کودکی و در جای میگیریاند بیننده را، در جای میخنداند بیننده را و گویم که از شما حرفه‌ای‌تر او بازیده است در نقش. ارمان نیز از چنین آسیب‌ها بی بهره نماند. در یکی از صحنه‌هایی که او همراه خر بازی داشت و آن را باید میبرداشت، خر به بالای محمد شریف افتید و پای او لرز خورد. محمد شریف خردسال با این پای آسیب دیده ثبت را دوام داد. نشاد من که پنجه مکو توز او چی نگاه میکند به نقش شما؟ همین تصدیق همین گفته که حاضر گفتیم تجربه خیلی مهم است و الکی 3 دفعه تجربه داشت و یک چیزی دیگر هم که نسل جوان نسبتاً ذهنشون تازه تر است و مسئولیتشون بیشتر است و رئیسور میگفت که برتریت محمد شریف از دیگر هنرمندا در اون است که هنرمندا نقش میبازند. محمد شریف باشد در همین فیلم زندگی کرده ایستاده است، یعنی که اثرش گذرانده ایستاده است و در فیلم پیمان هم همین خیل بود و یعنی که زندگی میکرد در همون فیلم. بله در تنگنا هم همین خیل به اندازه که مثلا گریم 3 ماه 4 ماهی که در فیلم نقش آورید محمد شریف نام او تماما فراموش شده بود و تمام دیه او را ارمان میگفتن و وقتی که ارمان صدا میکردن و حتما هم میگفت مثلا اگر نام شما یک نفر به شما غیر عادی می نماید اما وای با ارمان عادت کرده بود بعد ارمان شده بود. بله و تا 1 سال 2 سال هم مثلا کینستودیا بچهای کینستودیا او را ارمان صدا میکردن و او در برگشته نگاه میکردن که زندگی میکرد با همین پرسنج خودش با ابراز خودش. و واسه با نقشای شما چی میگه وقتی همراه میبینید؟ نه تنها و فیلم تنگنا تمام فیلم هایی که میبیند همون فیلم های الکی با مانند تماشابین نگاه نمی کند. همچون منعقد میبیند؟ بله همچون منعقد میبیند و نگاه و بعضی فیلم های میبینیم و میگوید که همینجا به چی خطای مشاهده کردی میگد من نمیدونم میگم بعد نشون میدهد که من اینجاش این خیل شد من اینجاش این خیل شد من خیل میشد یعنی که من اینجا اشبکه کدگی جون و رژیسور گفته یعنی که بسیار شوق دارد و وقتی که ثبت ها میشد شب به ما هر دو ما یک خانه میشدیم و بعد با من میگفت که و همین کامera درگیر آخر چی میترسید و کامera ای نکنید اگر خودی همون کامera فکر نکنید اگر خودش شده میبرید و هیچ که نبودگی با ای کنید میگفته با مصلحت ها میداد به شما میامد بعضا لحظه های هم هست که ما بازی میکردیم صحنه محمد شریف پیشنهاد میکرد که باز یک کات و دوی دیگر گیریم دوبل دیگر گیریم به خاطر خودش نه به خاطر من و میدید که من چه خیل بازی کردم من خیل بعضی لحظه ها میشد که من سخن فراموش میکردم متن فراموش میکردم و هم سخنی خودش از زیاد میدونست هم سخنی منه و آهسته زیر لب عادتا هم خیلی سری کلمه اگر وقتی که میگویم به خاطر میآید با آهسته کلمه اوله میگفت. بهترین تشکر. حالا برای ما مهمتر اون است که مردم حرامم نخواند از دست من چیزی بگیره. شما همچنین متن ساوندترک چند فیلم رو به افشانه بودید از جمله ساوندترک پیمان هم 12 سال انتظاری و دیگر فیلم ها. امروز همکاری با سرایندگان چگونه است؟ چه خیلی است در این جاده؟ بگیم که در جاده نوشتن متن آهنگ ها واقعا ساوندترک فیلم کوسه و 12 سال انتظاری نوشتیم. ساوندترک پیمان شاعر خان نوشته هستن رحیم جان. بله متن با حافظا همکاری میکنیم. بعضا هم خیلی میشود که خود شعر از کتابم یا گرفتهش بعضی آهنگسازات زنگ میزنن میگن که ما همین شعرتون میخوایم که آهنگ بندیم
در این مورد همکاری آسان است. در این مورد فقط رازگی میدیم و آهنگ میبندند و موافقه میکنند و بندهایی که لازم است گرفته پرتافتن یا دیگر کردنش مصلحت میپرسند. این حالت های همکاری های خیلی ساده و خیلی آسان هست که بسیارتر وای میشد. اما باز هم یک گروه همکاری میکنیم با دلناز خان و گروه ساربان به واسطه که آنها ایده سرود پیشنهاد میکنند یا بعضی موردهای میشود که آهنگ موضوع پیشنهاد میکنند. بله، موضوع ایده که آنها میخوان با کدام موضوع مراجعت کنند و سرود خوانند و وقتی که پیشنهاد میکنند بیشتری وقت اول متن میسازم، متن مینویسم، میفرستم، آهنگساز میبیند یا که خود همون گروه هیئت گروه کاری که با پرودوسری دلناز کریم مشغول هستم، بعضا متن معقول نمیشد یا اون چیزی که ما میخواستیم حالی چندان نپخته است میگویند و همه خیلی باز فکراشون بیان میکنن و تحریر میشود و تماما یا دیگر میشود. یعنی که همه خیلی میشن بیشتر وقت پیشنهاد میکنن موضوع و من وابسته به موضوعی که پیشنهاد میکنن و با موضوع و هجاهای و نوتهایی که آنها میخواهند پیشنهاد کرده میشود و من با موسیقی آموده شما شعر قالب شعر رو میریزید با موسیقی؟ بعضی موردها من شعر که نویسد بعد آهنگساز شعر میبیند قالب میریزد. بعضی موردها آهنگساز علاقه آهنگ پیدا کرده و همون آهنگ قرائت میکنه و باید به همین آهنگ به همین موضوع و شعر لازم متن لازم است میگن. البته با آهنگ موجوده و موضوع موجوده شعر نوشتن هم مشکلی دارد هم آسانی هم دارد و به هر حال تلاش کرده استادیم که مثلا همکاری های دوام دیم. بیشتر وقت همکاری من بسیارتر است با دلناز کریم و با اون خاطر که ما زن هستیم و همدیگر خوب می‌فهمیم همدیگر خوب میفهمیم درک میکنیم و یک اندازه مناسبت ها آزاد هم هست. بله، چون دلناز هم مهمان ما بودن. بله. همگی چند برنامه پیش و در مورد همکاری با شما و مصلحت های شما گفته بودن، چون اون نفر نیز معلم ما کمتر با خودشان با جنوب خودشان هم کشاله کرده شدن، مصاحبه ها نیز آراسته شدن که برنامه دیالوگ بله گفتگو. شکستن میتوان اما غرورش زیری پا کردن نمیتونی. خب تشکر. بیاید باز یک سوال دیگر از شعر و بعدا میرویم تمام از موضوعهای فعالیت شما بیرون. اما از زندگیتان من وقتهای اخیر مشاهده میکنم که تابش شعرهای شما چون از کتابایی که شما دارید در دستی من هست و مثلا پیش قبلا شعرهایتان را ما میخوندیم دوره دانشجویی، امروز تابشش کمی دیگر شد. از در سامانه فیسبوک بیشتر شعرهای آزادی کوتاه، شعرهای نیمایی میگوییم ما آن رو، یا نمیدونم هایکو میگویم یا چیزی که شعرهای خلاص آزاد و خیلی کوتاه. چون در آغاز اگر بیننده ما یاد داشته باشد من یک شعری که کوتاه خوانده بودم، اون هم از معلم بود، البته که همگی 3 مصرع و چند کلمه هست، جمع 10 کلمه هم نمیشد. همین گونه شعرهای شما زیاد است. چی گفتن ممکن یعنی امروز شما مطابق طلبات بازاری 3 سال کرده شده چی است؟ در مورد همین شعرها، این شعرهای هایکویی نیستن و تماما هایکویی شعرها قاعده و قوانین خودشون دارن و از جمله شعرهای نیمایه هم نیستن، اما شعرهای کوتاه گفته میشه، یعنی که کوتاه سپیدی کوتاه هست که مثلا تلاش اولین به خاطر چی؟ یکمش به خاطر شما در فیسبوک ها مشاهده کردید اصلا بسیار توجه نشد از اینکه فقط من به همین رویه نرفته ایستادم، بلکه فقط همین هایش را مثلا بیشتری وقت کوتاه ها رو بیشتر میلایکن یا میخونن بیشتری وقت کوتاه ها رو میگذارم برای آنکه اگر شما طبق قانونگذاری طبق همین بازپرسی و همون و یاد دانید اگر امروز خواننده شبکه‌های اجتماعی تا 3 ثانیه هم برای یک خبری نو وقت جدا نمی‌کنند و متاسفانه من خیلی گذشته میروم و متاسفانه شاید ولی متاسفانه است که به چیزهای کلان حجم نسل امروز توجه نمی‌کند یا که آغازش میخواند باقی نمیخواند
و بنابراین بیشتر وقت کوشش میکنم که چیزهای دراز به اودیتوری شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد نکنم با آن خاطر که همین هان بهوده خوانده نمیشود. اما این معنی آن ندارد که البته شما با همین مشغول. البته من مشخصا به همین چیز مشغول نیستم و لحظه هایی که ایجاد می شود و هر لحظه ها در بطن خودش غزل، ربایی، دو بیتی، مخمس های خودش دارد. مثلا گریم مخمس هم از جمله ژانرهایی که مثلا به نزدیکی من یک کتاب دیگری ببخشیده به 700 سالگی استاد کمال خوجندی 40 درس کمال بردم، اون فقط مخمس ها بود. چون که شما میدونید این مخمس ها خیلی دراز هم هستند و وقتی که پیشنهاد میکنید دایره خواننده های جوان توجه نمیکنند و یکی از حرف های شما هم نمی طلبات اودیتوری امروزه و بیشتری وقت کوتاه های پیشنهاد میکنند و اما یک چیز گفتنی هستم که مثلا کوتاه نوشتن نسبت شعرهای دراز گفتن دشوارتر است. بله شما مضمون رو ریزی بله مثلا می شود که یک غزل معنیش باید که در 4-5 کلمه جا کنی و اون باید همین خیلی که با دل خواننده راه یابد. اما گفتم ممکن است که طلبات بازار همین رو طلب کرده شده است امروز و میگیم که اگر خواهی که مولد بزرگیر باشد و مجبور هستی که کالای خود رو مطابق کنی با بله تشکر. خب بید نباشد چند سال از زندگی بیرون 3-4 سال و با همین میگذاریم با بخشای دیگر. اسرای در زندگی همیشه خندان گفتم ممکن خندان نیست، همیشه در چهره شما تبسم هست چون من مشاهده میکنم، اما در متن‌های شما همیشه درد، هجران، فراق، جدایی، عذاب، زجر. اگر مشاهده کرده که باشید 1-2 سال آخر همین هم در شعرهای من همین چیز هم کم شدگی است. اون من نیستد بله من برای اون که عموما نیست گفتن شاید که غلط باشد بله و برای اون خاطر که در یک صحبتی که با جوره یوسفی داشتیم صحبتی که داشتیم اون کس با استاد لایق بسیار صحبت کرده هستم میگفتن که استاد لایق میگوین که من وقتی شعر میگویم که از حد زیاد خرسند باشم و یا از حد زیاد غمگین و من اکثرا وقت شعر در وقت های می نویسم که از حد زیاد از سرحد اندوه گذشته روم. اون وقت شعر به سراغ من میبید به مددی من میبیارد و به کمک میکند و همون غم و اندوه من به واسطه قلم روی کاغذ میریزد. بعد از این مرحله های اولی ایجادیات من بود که من فقط همین با یاردم شعر در زندگی از دردهای زندگی از غم و اندوه رها می شدم. بعدا هر نفر خودتون هم که میدید الکه شما آن روزنامه نگاری که 1 سال پیش بودید همون نفر نیستید و وقتی که من الکه امروز هم مشاهده میکنم که مثلا الهام با همدیگر با خود آشنا کردن و عادت کناندن، یعنی که پیشتر وقت اگر من الهام انتظار می شدم آمده نشه و اکثر وقت امروز جیغ میزنم بله امروز الهام مهمانی و دعوت میکنم و الهام الکه یک دوستی واقعا هم که هر دعوتی مویه میپذیرفتگی دوست شده است و الکه به خلاصه رسیدم که واقعا اگر در خاطر دارم یک شعر دارم که خوشبختم از زمانی که دانستم سعادت من دستی کسی نیست جز خودم و همین درک کردم متاسفانه برای همین فلسفه زندگی درک کردم متاسفانه برای هر یکی ما خیلی سالهای زیاد لازم می شده است و من امروز خیلی افسوس می خورم از همان سالها از همان لحظه هایی که من اون لحظه های صرفی اندوه غم افسوس کردم برای اون که هر نفری که خودش زندگی خودش می سازد بخت و سعادت و تبسم وی همیشه در دست خودش است. گذشته را فکر کردن لازم نیست، آینده را فکر کردن لازم نیست، به امروز باید زندگی کرد. انا اون وقت بیبی رحمتیان می گفتند که زندگی یک دم می گفتند ولی متاسفانه برای همین
یک دم فهمیدن 35 سال لازم شد. بله واقعا هم میگونه است. البته برای استادی ما هم همیشه برای من مثلا شما هم حالا من میگویم پس از 5 سال تو میفهمی یا حالا من میگم پس از 10 سال تو میفهمی. بله خیلی من فهمیدم با چه میفهمیدم با شما فکر میکردم و امروز بعضی چیزها کشف میشود گویم که بله درست است. خب ببینید مانیم اگر گویم که شعر این تصویر آفرینی است، معنا رو در قالب ریختن است، معنا تصویر آفرینی البته از اجتماعی عبارت است، اما همون اجتماعی رو هم با تصویر با سخن زیبا گفتن است شعر. اما ژورنالیستیکا گویم که کمتر خشک است و از فکت عبارت است و گفتم ممکن است که کمتر تصویر رو بعد می‌بیند. بله همین کمتر تصویر رو بعد می‌بیند و اگر در ژورنالیستیکا تصویر هم باشه کمتر غشاور هم میشه. بله غشاور هم میشه و ببینید مانیم وقتی که شما در دو قالب در یک مورد زندگی میکنید نمیشه حالتی که مثلا یکی از شاگردانتون یا کارگرانتون گویم که همکارانتون برای شما خبرش آورد شما تفتیش کرده ایستاده دو همونجا شعر اومد. دو دنیای با هم دیگر کلا میگیم که دیگر و دیگر شعر دنیای دیگر خبر ژورنالیست که دنیای دیگر یا یگان مقاله رو شما تفتیش کرده ایستاده اید و گویم که الهام اومده گفت که یک مصرع نویس. چگونه مثلا خود رو کنترل میکنید و کدام بیشتر غالب میشه در این مورد؟ من شما حاضر ادامه همین سخنم میگم که من آموختم که هم الهام ژورنالیستی و هم الهام روزنامه‌نگاری و هم الهام شعر با خودم دوست کنم و با خودم آشنا کنم و با خودم موافق کنم. واقعا هم همین خیلی میشود که وقتی که خبری دوست مثلا گریم از اون سبب که بسیار وقت موردی تحریر با میشنیم و تحریر کردگی موردها و از یک همون کلمه خبر یک ایده شعر میباید یا که یک جمله همون خبر به تو یک مصرع شعر میدهد، مصرع تصویر آوره و این همین موردها و من میگیرم یک ورق دیگر به همین شعر همین ایده نوشته میمونم و میدونم که این الهام من انتظار میشود و اگر فرصتی کاری ما همیشه عاجلی است باید روزنامه‌نگاری تحریرهاش سر وقت انجام داده شود و این وقت میکنم کار انجام میدم. برای چی؟ برای آنکه شعر با من فقط با من بستگی دارد، اما کاری که روزنامه‌نگاری که من میکنم تنها از من با من بستگی ندارد. اینجا در من انتظار هست آرایشگر، انتظار هست مخبر، انتظار هست سرمحرر که کی همین کار میشد. یعنی که کار خودتون هم میدونید که کار روزنامه‌نگاری در برابر کار انفرادی بودن، کار دست جمعانه، کار گروهی هست و چقدر یک نفر اگر کارش سستر انجام زنجیره کنده میشد و تمام گروه بیکار میمونه. به همین طور برای همین اگر وقتی که شعر در لحظه کاری آید و شعر میداند که من مجبور هستم که کارهای اداری انجام دهم، برای همین هم وقتی که آغازش خوشامدید کرده میمونیم و بیشتری مورد بعد در خانه دوام میدیم. بله در خانه دوام. اما میشه مثلا حالا شده است حالتی که در جای مصرعی خبر مصرعی شعر آمده است مثلا آدم به هر صورت نمیدونم در اثنای خستگی بعضا حالت میشود که مثلا من خود به خود بعضا مورد حرف میزنم و نفری که در اطرافم هست بعضا مورد خندیده میفرستم یا عموما حرف میزنم و همون حرف انسان با داخلش حرف میزند که همون حرف با صدا برآمده میمونه. اینجا است که یاد میپرسن مثلا از نمیدونم از کدام حالت باشد بعضا میشود که انسان که گویم آمیخته میکنه. بله میشود حتما این خیلی حالت ها بسیار میشود. این حالت ها وقتی که بسیار شعرهای من شعرهای وقت ایده های شعر و یا که مصرع های بعدها وقتی که خوراک پختن بسیار میباید. وقتی که من با کارهای خانه مشغول هستم بسیار زیر لب زمزمه کرده و میکنم. بعضی شعرها همه خیلی میبایند که در یک چند دقیقه مثلا چند بیت پی هم میباید هم ثبت کرده میمونه. خیریت امروز تکنولوژی معاصر است، هم دیکتافون وای میکنید ثبت کرده میمونید، یعنی که ثبت کرده میمونید و بعضی هم بسیار حالت های خنده آور هم در این میشد که مثلا وقتی که الهام میباید شروع میکنم همون که مشغول میشی و وقتی که من زیر لب تکرار میکنم الکه مهرانه 3 ساله من میگه که چه جا همین شعر نگو میگه برای اون که وقتی که من مشغول میشوم و شاید بپروا ماندگی یا شاید وای میکند اینکه جلب توجهش به خودش جلب کرده و میگه که خوراک خورانده زیر لب یگون مصرع یا بیت تکرار کنم اگر شعر نگو میگه. فهمم. حالا تا کودک میخواد که توجهی همه به او باشه. بله همین طور.
و در یگان حالت نمیتواند که توجه مادرش را با دیگر چی بیند عوض کند. بله عوض کند و حتما اون میاد مادرش را با چیزی بیان میکند که به من توجه کند، به من توجه کند، چون من رو دارد، من رو ما دست کودکی داریم. تشکر معلم. و واقعا من احسن میگم که روحی رمانتیکی و اندیشه های واقعی رو به هم سازش دادن به فکر من یک اندازه مشکل هست، یا حالا من جوان هستم نمیدونم برصد گویم که شعر یک قسمی شعر این رمانتیک هست، تخیل هست، انسان پرواز میکند و ژورنالیستیک کلا فکت، رقم و خشک از چیزهای خشک وارد است. تشکر. و یک سوال دیگر از گویم که فعالیت شما بیرون رسالت یک زن، رسالت یک شاعر و رسالت یک روزنامه‌نگار کوتاه خواهش میکنم. خب رسالت اصلی زن آباد نبودن، سعادت خانوادگی تامین کردن است. رسالت یک زن روزنامه‌نگار خدمت خودش در جامعه واگذار و جامعه رسانیدن است، یعنی که بر پیشبرد جامعه سهم گذاشتن است. خدمت یک شاعر زن، یک بانوی سخنور هم یک چیز تازه، یک کلام تازه، یک میراث خوب به آیندگان میراث گذاشتن است. من در همین مورد یک چیز میخواهم، یک دردی که در من همیشه همین سوال خودم به جواب میجویم، همین حالت هایی هست که شاید شما هم وقتی که شعر می نویسیم و شعر می گذاریم، متاسفانه بسیاری خواننده ها، اکثرا خوانندگان مرد در همین شعرهایی که ما میگذاریم در رو به خود مؤلف ربط میدهند. یعنی موضوع رو از زندگی او فکر میکنند؟ نه، موضوع رو از زندگی او فکر میکنند و مثلا گریم وقتی که یعنی که در این مورد یک محدوده میشود بیان اندیشه های زنها و زنها فکر میکنند که مثلا جامعه من چه قبول میکند. مثلا اگر گربی های یک بغل آغوش تقدیمت گویگر وقتی که میگوییم در رو اینا همون مؤلف میبینن پشتی انا همون شعر به، اما باید همین خیلی ما مناسبت کنیم که شعر است و جدا از مؤلف باید شعر آمد. البته مؤلف و از بر روحیه و به خودش به شعر تاثیر میگذارد، اما شعر چیزی دیگر است و زندگی شخصی مؤلف، خواهش های مؤلف خیلی دیگر است. مثلا بعضی موردهایی می شود که همون شعر می بیاید اما هیچ ربط به احساس های تو ندارد. مثلا گریم یعنی که خیلی یک چیزی تازه گفتن، یک سخن زیبا گفتن، یک خودش و خوب میفهمند شاعرایی که به همین سر و کار دارن، به قالب ها، قافیه ها و ردیف ها این چیز میوید. باید جامعه معاصر ما وقتی که شعر میخواند شعر جدا از مؤلف خواندن آموخته کند، جدا از شخصیت مؤلف. چون استاد از استاد لایق سوال میکنند که استاد شما در دوران اتحادیه شوروی وصف کمونیسم میکردید، امروز در دوره استقلالیت باشد تو بشوی موضوع شما دیگر گرفته است و به ژورنالیست استاد لایق جواب میگن، همون ثبت رو من شاید بدم. شما شاعر رو این گونه باگذاری نکنید. شاعر کیست؟ شاعر نفری که من امروز خواستم دیدم که در جامعه چی است، دیدم و همون دیدم رو نوشتم. پگاه من میتوانم که چیزی دیگرم رو نوشتم که الکی حالت و طبیعت دیگر شده است. یعنی یک نفر شاعر هم در موضوعهای مختلف اگر ما بگیم که کدامش به شما دخل دارد، شما در 100 موضوع اگر شعر افشا کنید و خو که اون همش به شما دخل داشته هم نمیتواند، چون میگیم که شاعر گاه از وصال میگوید، گاه از هجران میگوید، گاه یارش رو تنقید میکند، گاه یارش رو میگوید که بیا یادت کردم و میگیم که موضوع تو چی میکند. اما به هر صورت حالت روحی تاثیر میکند. بله این گونه هست. بله حالت روحی تاثیر میکند، جامعه تاثیر میکند، حالت ها میشد. مثلا بعضا وقتها از کار میروید، مثلا دو جوان میبینی که دو دخترک یا پسرک بین هم بحث کرده ایستادن یا جنگ کرده ایستادن یا که از همدیگر ناراضی هستن. البته میفهمیم مشاهده میکنی که این دو نفر عاشق همدیگر هستن. البته همین صحنه، همین یک کلمه که تو وقتی که اونها صحبت کردن میشنوی به تو یک بیت میدهد و تو در دایره قوانین ژانری که انتخاب کردی همون بیت ادامه میدهی و با تقاضای الهام و با تقاضای خواهشی که تو چی میخواهی بگویی تو ایجاد میکنی. بله تشکر زیاد معلمه. خب از چه افسوس میخورید؟ هست چیزی که افسوس؟ بسیار مورد افسوس خوردن نمیخواهم، برای آن که هر چیزی که بود یک برای من درس بود، برای من بسیار چیز داد.
اما از یک چیز بسیار افسوس میخورم که فرصتی که داشتم در کودکی چطوری که حاضر تقسیم کردم، یعنی که آموختم هر لحظه زندگی من به تقسیم کرده به منفعت خودم استفاده کردم، همین کار من 10-15 سال قبل نکردم. فهم. از خودتان ادامه منطقه مثال، از خودتان و فکر خودتان چه چیز قصددار هستید؟ از خودم قصددار هستم. از خودم شعرهای عالی جنابی که از جهت صنعت و از جهت استعدادی شاعر خیلی بلند باشد خیلی قصددار هستم و از خودم قصددار هستم که خود را خوشبخت کنم. بهترین. خب ببینید، رسیدن به وصال شیرین است یا اینکه راهی رسیدن به وصال شیرین است به فکر شما؟ راهی رسیدن به وصال، بله و برای آن که همین انتظار بودن، انتظاری کشیدن، لحظه های انتظاری، آن چیزی که دسترس نیست آن خوب است. خیلی به نظری ما به نداشته ها ما بسیارتر توجه میکنیم. همیشه بعضا من شوخی میکنم که سیب باغ همسایه همیشه شیرین است، زیرا که دسترس نیست. بله، و انا همین راهی رسیدن به آرزو شیرین تر از نسبت به رسیدن. بله. یک قسمت کوتاه شرط ما امروز با معلم از نمیگم که زنگ زن از نفر قرض پرس از این موضوع کلمه و این گونه حالات را ما با عادتاً با سرانه و همین گونه است عادتاً چون شما شاعر هستید. چون شما شاعر هستید باید من دو موضوع میگویم، انیخترش من یک موضوع میگم یک موضوع آزاد. ما بیشتر در چون برنامه ما هم طریق تلویزیون هم طریق یوتیوب پخش میشود، مهاجران نیز ما رو میبینند، چون ما میگیم که کمتر اگر ما سهم گذاریم با تربیه معنویاتی آنها یا اینکه وقتشان خوب گذشتنش خوب است، اندیشه های مختلف، خودمان رو خوشحال خواهیم دید. و یک در مورد همین مهاجرت اگر یگان شعر داشته باشید که برخورد کند با مهاجران، با درد آنها و یک موضوع دیگر آزاد، دو شعر خوب است. خب من هم خودم دختر مهاجر هستم. پدرم 25 سال باز در مهاجرت هستند. پدر، خواهرانم، برادرم. خودی برادرم را 4 سال است ندیدم. وقتی که نامش زیر ورد زبان میبرم در چشمهایم اشک حلقه میزند. متاسفانه این بیماری هایی که 1 سال آخر تمام سیاره به اندوه پیچانیده است، نتوانست به چند وقت نشد که ما هم دیگر دیده باشیم. و دیروز به تازگی یک شعر هم گفته بودم از نام تمام مهاجران که میخواهم اینه به تمام دوستان و مهاجران، آن نفرایی که دور از وطن زندگی و کار کرده ایستادن برای آینده فرزندانشان، برای آینده خانوادهشان قرائت کنم. واقعا مهاجران برای من قهرمان هستند، قهرمان زمان هستند. برای آن که در یک پاره شعر هم گفتم که اگرچه خانه تمام مردم، دنیا خانه تمام مردم است، اما زندگی کردن در دور از وطن آسان نیست. زنده جدایی به دلم زد پدر، مادرم گرمی آغوش تو را پسمانم. دادر قند به جان پیوندم، میرسد لحظه دیدار قریب. که شود به کتفان تو سر میمانم. آتشی سوز جدایی سوزد دل صدریشی همه مادرها. دیروز مادرم زنگ زد و بر من گفت به قفس مانده در این شهر غریب، این سبیل مانده کسل ز کجا پیدا شد. در و دروازه دنیا بسته، بال ندارم که روم پیشک تو. پشت اندوه بخندید و بگفت راستی چرا ناشکری آسان است. راستی چرا ناشکری آسان است، شکر جانی که سلامت داره. به گلو آه فرو بردم و گفتم آره، مادری شکرگزارم همدم. دست به سما سوی خدا دست دعا بردارد. زودتر
این وبا را ز جهان دست خدا بردارد، در قطار دیگران عزیزان مرا هم به وطن بازآرد. بهترین. تشکر معلم. قلمتان سبز باشد و فکر میکنم که واقعا هم در داخل یک شعر چقدر درد هست، چقدر زجرهای مهاجر هست. بله. از زبان یک مهاجر حرف زدید. تشکر معلم. ما موافقت میخوایم و یک بخشک دیگر نامش بلیتز. بلیتز لکش ما میدونید ما عادتا به مهمانان شهر میدم. بلیتز این سوالهای کوتاه است، دو وریانت است، شما انتخاب میکنید. بله. و امروز معلم برای ما شرح میدن. البته بلیتز رو چون ایشان برای ما مختن ادبیات یا ژورنالیستیکا. سه تا نیست اینجا؟ نه دو تا. ژورنالیستیکا. ژورنالیستیکا. من راستی انتظار نبودم. تشکر. اجتماعی یا لیریکی؟ لیریکی. لیریکی. سه شاعر. سه شاعر از فرق نداره. بله. انا احمد و کمال خوجنده و فرزانه. بهترین. زندگی شخصی یا فعالیت کاری؟ زندگی شخصی. زندگی شخصی. تصویر یا فکت؟ فکت. فکت. سه آوازخوان. اندی، دلنازه و ولی جان عزیز. ولی جان عزیزوف. درس دادن یا محفل گذراندن؟ محفل گذراندن. محفل گذراندن. سه فیلم. البته تنگنا. تنگنا و رستم و سهراب. رستم و سهراب باز یک فیلم تیتانیک. تیتانیک. بهترین. و آخران سوالی ما به هم واگذار میشد، عقل یا دل؟ دل. دل. بیشتر از نظر عقل و دل نمیگذارد، عقل آرام. فهمم. از نظر دل غالب میشه. چون زنها بانوها نفران احساسی هستند، خواه و نخواه غالب میشد. تشکر. و آخران قسمت این سوالی شخصیت ها با هم دیگر. ما قبل از با شما صحبت کردن در شهر دوشنبه سبت سیار نگاهی نو داشتیم با آوازخوان بختیار ابراهیموف. من فکر میکنم که شما ایشان را میشناسید. بله. و اون نفر برای شما این گونه سوال واگذار کردن: دروغ شیرین یا راستی تلخ؟ واقعا بختیار ما از زمان دانشجویی مخلصش هستم و اون وقت در اسفره بودن بعدن رفتن. راستی تلخ بهتر است. راستی تلخ بهتر است. بله. تشکر. و بعد شما هم باید که یک سوال بگذارید با مهمانی نوبتی ما. با مهمانی نوبتی من نه تنها سوال بلکه یک تحفه هم دارم. امیدوارم شما این کتاب با کتاب دست به دست آرزو مجموعه شعرهای بنده است به شما ناوردم با اون خاطر که شما دارید. بله. برای همین هم من با اون کس سوال دارم که شما در مورد جامعه معاصر، جوانان معاصر چی فکر دارید؟ با آنها چی نمیرسد؟ بعد جوانان معاصر. تشکر زیاد. بله. بعد جوانان معاصر چی میرسد؟ چی نمیرسد؟ بله. چی نمیرسد؟ این سوال با مهمانی نوبتی ما بود و یک همچنین توفه. من فکر میکنم از همین روز اعتبارا اصلا همین گونه کردن نکنن کوی نسیم جان که مهمان ها یک توفه بیارن و نه اینکه به مهمان های نوبتی بلکه به بیننده هایی که بهترین شرح رو در یوتیوب می‌نویسند. معلومه باید همین کنیم که اینا من به مهمان ندیدم با یکی از بیننده ها. نه اینا شما به مهمان دید. من وعده میدم که دو کتاب آخرین ما به بهترین شهر توسط شرح بیننده ها میرسونیم و در کجا نباشن سراغشون میفرستن. بله. طریق پشت من روان میکنم. بله. بیننده عزیز، خلاص کتاب مجموعه شعرها است از معلم عزیز ثریا حکیمووا. من فکر میکنم که شما بهترین شرح‌ها رو در کدام موضوع فرق ندارد؟ نه فرق نداره. فقط در مورد شخصیت نباشد. در مورد شخصیت برنامه زور شد این خیلی سخن‌ها لازم نیست. بهترش اون موضوع مشخصی باید گوییم که در اون موضوع باید حرف زنند. بینید نفری که از همه زیاد شعرهای ثریا حکیمووا رو از اینترنت دریافت کرده، من سراغ‌های زیاد هست نمیگویم، از جمله دریچه امید زیاد یافته در کامنتر واگذار میکند و بهترین هایش رو واگذار میکند. با ان همون نفر ان همین کتاب روان کرده میشد. من از معلمه میگیرم کشیده و به شما روان میکنم بیننده عزیز. خب این باشد با مهمانی نوبتی ما میشد. تشکر زیاد معلمه جان. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید و آخر سخن شما رو برای بیننده ها میفرمایید. میخوام
برای تمام بیننده ها سعادت زندگی تمنا کنم، همیشه شاد باشن و با همین روز باید زندگی کنیم و از غم و غصه هایی که امروز جهان به هم پیچیده است، از این وضعیت های نقابی افتاده رو و غمگین شدن نشاید و امیدوار که انسانیت بشریت به روزهای شادی میرسد، دوباره میرسد شادی و ما سعادتی به قدری آن روزهایی که داشتیم باز بهتر خوبتر میرسیم و همدیگر رو باید فقط به همدیگر محبت تقدیم کنیم، مهربانی تقدیم کنیم و همدیگر رو دوست داشتیم و وقتی که کمک کرده نمیتوانیم خلل نرسانیم که تا خوشبخت باشن. برایتان خوشبختی، سعادت و روزگار نیک و آبادی میخواهم. تشکر زیاد. معلم عزیز تشکر زیاد. نور آوردید. یک اندازه از درس های دادگیتان راضی شوید. واقعا خیلی خوب است. برنامه جالب از جمله برنامه هایی که ما خانوادگی تماشا میکنیم و امروز من به محمد شریف وقتی که گفتم که من به نگاه نو دعوت شدم اون میگه که میوای سوال چی باشده؟ چی باشد که سوال بیننده پیشترت به تو شما چی باشد و ها انتظار که وای سوال چی باشد؟ سوالی گذشته چی باشد؟ بله تشکر زیاد معلمه و ما البته محمد شریف رو انتظار هستیم، فراموش نکنید در نزدیک کامera ما با او البته ثبت میکنیم برنامه رو. و بیننده عزیز این نگاهی نو بود و ما خواستیم که امروز در برنامه یک بانویی که گوییم که واقعا هم در جوده زندگی موفق است و موقع خودش رو در هر سمتی که او میخواد که باشد در همون جا موقع خودش رو استوارانه نشان داده آمده ایستاده است و از دوره های دانشجویی ما همیشه محبتی صمیمی داشتیم نسبت به معلمه و این نه تنها برای آنه که معلمه من هستند، به خاطر آنه که امروز فعالیت این نفر اهمیت اجتماعی دارد و فعالیت این نفر زندگی ما و شما رو تغییر میدهد. ما میتوانیم که با خواندن یک شعر ایشان از غم رها شده باشیم و ما میتوانیم که با یک خبر ایشان یک اطلاع نو پیدا کرده باشیم. ما میتوانیم که از یک درس ایشان یک پند زندگی آموخته باشیم. خلاص یک نفری که موقع اجتماعی استوار دارد امروز مهمان ما بودن. معلم بار دیگر سپاس میگم برای شما. تشکر زیاد. و واقعا هم اون نفرانی که طریق یوتیوب ما رو میبینید در شهر کپوی خوب خب و دعوت کنید که امامی نوبتی کی باشد تا واخوری های دیگر تا دیداری فسیلوی دیگر من به شما سالمی تمنا میکنم. خداحافظ.